سال 1742 افغانستان امروزه که اکثریت باشندگانش تاجیکان هستند از ایران جدا شد و خود را دولت خراسان اعلان کرد. در سر قدرت پشتونها بودند ولی زبان دولتیشان زبان فارسی به شمار می رفت. سال 1801 اولین مراتبه انگلیس ها خراسان را افغانستان نامیدند. واژه افغانستان به عنوان نام یک کشور تنها سال 1923 میلادی در قانون اساسی امان الله شاه همان دوره به تصویب رسیده است. آهسته آهسته در این کشور گفتگوی غیر فارسی نیز پیدا شد. سال 1936 زبان پشتو زبان دومی افغانستان گردید. بعد 30 سال یعنی سالهای 60 من بعد مسئله گذاشته شده بود که زبان پشتو باید زبان یکم این کشور باشد و موقع زبان فارسی را تن کند. حتی در زمان داوود خان برای آنهایی که به زبان پشتو سخن می‌راندند و کار و فعالیت می‌بردند معاش‌های علاوگی داده می‌شد. زمان سامانیان در 4 بخش خراسان بزرگ نیشاپور، مرو، هرات و بلخ فرمان می‌راندند و برای گسترش زبان پارسی کوشش‌های زیاد کردند. حالا نام خراسان به شهر نیشاپور در نقش ایران می‌بینند. نقطه اینجاست که بسیاری از شهرهای خراسانی بزرگ در افغانستان امروزه جای گیرند و حتی مرو نیز تا آمدن روس‌ها در اختیار حاکمان افغان بود و یکی از نام‌هایی که برای جایگزینی نام افغانستان استفاده می‌برند خراسان میباشد و حاکمان پیشتره پشتون نیز در اول خود را شاه خراسان می‌نامیدند. زبان فارسی قریب 200 سال زبان رسمی این کشور بود و اولین نشریه در افغانستان با نام شمس النهار نیز به زبان فارسی بود.